ما در عملهای زیبایی شکم پهلو یه چیزی داریم به نام حالا لیپوساکشن، حالا با تکنیک‌های مختلف، فرضاً لیپوماتیک، و یک چیز دیگه هست، یک عمل جراحی دیگه هست به نام ابدومینوپلاستی. حالا اینا تفاوتشون چیه؟ ببینید کسایی که زیباجوهایی که میزان چربی شکمشون در حدی که باعث افتادگی جدار شکمشون شده، یعنی اون قسمت پایینشون افتادگی پیدا کرده، اینا قطعاً با یک لیپوساکشن خالی و تنها تخلیه چربی خالی مطمئناً نتیجه خوبی رو نمیگیرن. یعنی بهترین ایدئال ترین کار برای اینا چیه؟ علاوه بر تخلیه چربی های نواحی مجاز، باید اون پوست اضافه هم با یک برش پایین شکم برداشته بشه. در غیر این صورت شما اگر چربی رو فقط خالی کنید بدونی که پوست اضافه رو برداشته باشین، شما بعد از عمل پایین نافتون یک پوست چروک جمع شده یه زشتی پیدا میکنه که خب قشنگی خاصی نخواهد داشت. نقطه مقابلش مریضا و زیباجوهای عزیزمون هستن که ببینید افتادگی ندارن، مخصوصا خانم‌های جوانی که هنوز بارداری نداشتن، بالاخره پوستشون هنوز اون حالتهای به اصطلاح چاقی و لاغری‌های متناوب رو تحمل نکرده، یا تنها حاملگی نیست، کسایی هستن که تغییرات وزنی خاصی رو پیدا نکردن، پوستشون پوست آماده‌ایه، افتادگی ندارن. میگم مخصوصا تو خانم‌های جوان ازدواج نکرده ولی خب چربی دارن، اینا قطعا با یک تخلیه چربی خالی جواب خواهند گرفت دیگه. پوست شل اضافه نداره که ما یک برشی رو پایین بهشون تحمیل کنیم. دونستن فرق این دوتا خیلی مهمه و طبیعتا عمل ابدومینوپلاستی از عمل لیپوساکشن یا لیپوماتیک ساده عمل سنگین‌تری، مراقبت‌های بیشتری رو میخواد و خب به طبع عوارض خاص خودش هم خواهد داشت. بعضی وقتا بعضی از مریضا میان میگن که ببین خانم دکتر من نمیخوام اصلا برش بخورم، فقط تخلیه چربی. ببین اینجوری نیست که خیلی انتخابی باشه، هر بدن بر اساس فرم و شرایط خودش طبیعتاً اقدام مؤثر خودشون میخواد. اینجوری نیست که مثلا شما بگین که نمیخوام برش بخوره، خب اون وقت طبیعتاً نتیجه عمل خوبی نخواهد بود.